من این ویدیو رو هم ضبط بکنم، چون احتمالاً دو بخشش بکنیم. یه بخش روانشناسی و یه بخشم حالا بررسی تمرینات، حالا یه سری مطالب جزئی داره، اونا رو هم حالا یه نگاهی با هم میکنیم. بحث اون مطالب روانشناسیه و همین رو عرض میکردم که این ماهیت بازار، این که ما گفتیم توی یک دقیقه ببینید یک دقیقه تایمی نیستش که یک تریدر بخواد به تنهایی درون این تایم کار بکنه، چون نوسانات بسیار داره. حالا بعضا نسبت به چارت میتونه متفاوت باشه، یعنی مثلا چارت یورو دلار ثبات بیشتری داره، حالا چارت های دیگه مثل طلا که نوسانات بسیاری داره. هدف از خط روند اینه که شما متوجه بشین قیمت در آینده، وقتی که شما خط روند رو طبق اون تعاریف با داشتن دو کف و یا با داشتن دو سقف میتونستید یه خط روندی بگیرید، در آینده میتونه به این مناطق یه واکنشی نشون بده. یعنی یک کمینگاهی رو برای شما ایجاد میکنه که تو این کمینگاه دنبال یک اتفاقی، دو حالت، یا میشکنه یا میخوره به اونجا و ادامه مسیرشون میده، از این دو حالت خارج نیست. بعدن یاد میگیرید در چه شرایطی میتواند بشکند، طبق چه استانداردی و چه شکستی برای ما شکست محسوب میشود، یعنی بریک اوت کامل نه فیک بریک اوت. این تعریف داره و کجاست که احتمال داره برگرده. یک اصولی داره بازار از الان تا این بحث، حالا من اینو بگم و بریم یه سری بحثی روانشناسی که خیلی از تکنیکال مهمتره. اینو میگم که گوشه ذهنتون باشه. ببینید فایل های روانشناسی، این صحبت هایی که میکنیم تو مدت های مختلف حتما مجدد گوش بکنید، چون معانیش میتونه براتون متفاوت باشه تو تایم های متفاوت. برداشتی که امروز میکنید از یک صحبت 6 ماه دیگه توی مبحث دیگه وقتی سطحتون بالا رفت براتون معانی و تعاریف متفاوتی میتونه داشته باشه. واقعا ارزشمنده. ببینید ما بحثمون اینه که وقتی که شما تشریف آوردید داری یک دوره رو میبینید، اینو بارها تکرار کردم و اینقدر مهمه که شاید هر بار تکرارش بایدی باشه که بشه تکرار کرد تا اینقدر این تکرار مکررات بشه ملکه ذهن بشه. یعنی کسی که این تجربه رو خودش انجام نداده به یه جایی برسه بگه واقعا یه چیزی هست به اون شکلی که به طور مثال بنده تجربه کردم شما تجربه نکنید. بندش، بخشش، هر گفتمانی، عرض کردم شاید هر گفتمان یک دلیل کوچیک باعث میشه که شما چند هزار دلار توی یه شب مثلا کال مارجین کنی، یه حساب از بین بره به همین راحتی. یعنی خیلی چیز عجیبی نیست. هیچ تریدر گذشته ای که حالا مثل ماها که به صورت خیلی اکادمیک کار نکردیم، حالا همه چی رو باید تجربه میکردیم، خودمون متوجه میشدیم گاهن این اشتباه بوده که توی اکانت ریل این کار انجام میشده و اونجوری متوجه شدیم و بهای گزافی بابت هر مطلبی پرداخت شده. ما هدفمون اینه که شما این بها رو پرداخت نکنید، بگید کسی هست این بها رو پرداخت کرده، یه تجربه‌ای به دست آورده، من تجربه که کسی که بهاشو پرداخت کرده رو رایگان به دست بیارم. یعنی این نوع دیدگاه، یعنی یک لول بالاتر از بنده و امثال بنده، یک تریدر باهوش که چرا من الان با این سطحی که رفته بالا، حالا چه از لحاظ دانش، چه از لحاظ اساتیدی که تو این عرصه هستن، از لحاظ علوم جدیدی که داره میاد، طرز آموزش، خدمات دهی، حالا بروکرها، حالا همه این اتفاق مثل پراپ و این داستان ها که اینا خیلی مزیته. پس بهای من پرداخت نکنم براش، از تجربه دیگران استفاده کنم. این آدم یه آدم زرنگی است. یعنی این نوع تفکر
توی بحث ترید و معامله گری، این که من میگم درصد پایینی به موفقیت میرسن، بحث تکنیک نیست، بحث روانشناسی. من بوده تو تکنیکال بسیار قوی $8,000 مثلا تو یک شب کال کردم. خود من نمیخوام جای دور برم، نمیخوام بگم مثلا عدد فلان، اینی که میگم تو یک شبه. علاوه تکنیکالی هم خیلی قوی بودم، این تحلیلم درست بود، متوجه شده بودم چه کاریه، چه اتفاقیه، چیه، ورودم کجاست، خروجم کجاست. مشکلی که عمده تریدرها میخورن که میشن اون 2% حالا به اصطلاح بحث درونی آدمی، یعنی معامله گری، ترید، شاید، یعنی شاید نمیتونیم بگیم قطعا یا با درصد بالایی نسبت به مشاغل دیگه خودتو جلوی خودت وای میسونه. هیچ شغلی نیست که اینجوری خودت جلوی خودت وایسی، یعنی هم دوست خودتی میتونی باشی، هم میتونی دشمن خودت باشی تو این کار. هیچ شغلی نیست که اینجوری بتونی ماهیت درونی خودتو متوجه بشی، یعنی جدالی سخت با خودت. همه ماها نقطه ضعف داریم، هیچ انسانی نیست که خالی از نقطه ضعف باشه، یعنی تماما نقطه قوت باشه. همه ما نقطه ضعفایی داریم، یه سری نقطه قوتایی هم داریم. ما به نقطه قوت‌ها کار نداریم در اینجا. نقطه قوته. بعضن تو این حرفه جاهایی میشه که حتی نقطه قوتت باعث نقطه ضعفت میشه، یعنی باعث ضربه خوردنت میشه. دلیل منطقی و دلیل علمی هم داره که همون مبحث. ببینید ما یه چیزایی داریم خیلی راحت، حالا همتون شنیدین دقیقاً هم اگر ندونین چیه، شاخصه ترس، طمع. یعنی دقیقاً حالت روحی روانی شما موقعی که حد تو سودید، هم ترس دارید هم طمع، یا حالا به طور شخصیتی متفاوت هر نفر. اگر 2 نفر توی حالت سود باشن، یکی شاید توش طمع قوی تر ایجاد بشه، یکی ترس بیشتر، یکی از این که من بیشتر سود بگیرم، این میشه طمع، یکی ترس از این که همین سودم هم از دست ندم. اون شخص طمع کار شاید مثلا طمع بیشتر داشته، اگر اونجا رضایت میداده با اون بخش سود نسبت به تعاریفش، نسبت به تکنیکالش، استراتژیش، میتونه سودو بگیره. فردا و فردا و فردا، روزهای دیگر روزهای خداست و روز دیگه سود دیگه، میتونه منجر به ضرر بشه. یعنی همون طمع میتونه باعث ضرر بشه. در نقطه مقابلش هم همین، یعنی ترس هم دقیقاً همین کارو میکنه باهات. یعنی جایی که باید فرصت بدی سود درست از بازار بگیری، از ترست خروج میکنی، ریسک به ریواردت نمیخونه. یعنی شما یه ضرر بزرگتر رو قبول کردی، وارد پوزیشن شدی، به اون سودت نرسیدی، یه سود کوچیک گرفتی، ولی همین جوری داره حرکت انجام میشه، میره و میبینی ای کاشی من اینجا میبستم، ای کاشی اینجا میبستم، کاشکی اینجا میبستم، اینجا سیو سود میگم، چقدر اینا همه باعث میشه یه ذهنیتی برای شما ایجاد بکنه، ذهنیت مشکل ساز، که در جای خودش این دوتا دیگه با هم اشتباه میکنه. وقتی در جای خودش اشتباه بکنید دیگه، برگردید دوباره به آینده، اون سر کلاف رو پیدا بکنی برگردی، یه ذره کار مشکلیه. پس جنگ تو این کار خودت با خود آدمه، یعنی هیچ شخص سومی در کار نیست. برای همینه تمام زیر و بم خودت، تمام نقطه ضعفات رو آشکار میکنه. انسان کلن القا پذیره، تلقین پذیره. یعنی یک نفر در اوج زیبایی، به طور مثال فرض کن نفر اول بیا بگه چیه، خود دماغت مشکل داره ها، دماغت زشته،
یه نگاه بکنه، شاید یه دستی بزنه و یه نگاهی تو آینه بکنه بابا. اگر یک نفر دیگه بگه، اگر دو نفر دیگه بگه، فرض کن 3 نفر با هم هماهنگ کردن یه چیزی رو به این فرد بگن، سومین نفری که بگه قطعا میره جلوی آینه، قشنگ کامل بالا پایین میکنه، تو مغزش خطور کرده، این القا رو پذیرفته که لابد یه ایرادی داره دیگه 3 نفر بهم گفتن. حالا بعضا هیچ ایرادی هم وجود نداشته باشه، چون ذهن ما القا پذیره توی بازارهای مالی که همش احساساتمون درگیر بازاره، این نمود بیشتری پیدا میکنه. یعنی شما تحلیلی میکنید، تحلیل با ترید کاملا متفاوته. یعنی تحلیل گام اول ترید زدنه. بعضا خیلی تحلیلگرای خوب هستن، تریدر خوب نیستن، برعکسش هم صادقه، ولی این قسمت اول که تحلیلگرها خیلی هستن تریدر خوب نیستن خیلی صادقه. بنا به 1001 دلیل به صورت خیلی علمی، اونایی که توی این عرصه تجربه فراوون دارن دلایل علمی و منطقی از توش در آوردن که چرا این شخص به اینجا میرسه. پر حالت روحی، روانی و شخصیتی که تریدر برای خودش تو دوره آموزش ایجاد میکنه خیلی مهمتره. تقابل با ترساش، جلوگیری از طمعش، شناخت درونیات خودش، چگونگی مواجهه با مشکلاتش، چه در داخل چارت چه در زندگی شخصیش، چون این همه به هم مرتبطه. مدیریت درست زندگی، یعنی غیر ممکنه شما یک تریدر خیلی حرفه‌ای باشی، چون وقتی یک تریدر حرفه‌ای هستی تمام جوانبت قوی شده. مدیریت سرمایه اگر شما بلد باشی تو زندگی شخصیت موفقی، بدونی کجا و به جا خرج بکنی، کجا نباید خرج بکنی، به چه مقدار باید خرج بکنی، درست و منطقی بتونی خرج بکنی. خودش یک مدیریته. از لحاظ روانشناسی کجا من بتونم تو شرایط سخت بهترین تصمیم رو بگیرم، اگر تو ضررم آیا ببندم ضرر بیشتر نده، آیا میره تو سود. وقتی که تو ضرر هستم اگر تصمیمش بگم ضررم بیشتر بشه، تصمیم گیری من برای اینکه ادامه بدم یا ببندم سخت‌تر میشه، چون مغز دیگه اونجا یاری نمیکنه، احساساتت داره بهت دستور میده. میبندی، برمیگردی میری تو سود، کلی ضرر کردی، حالت خراب. نبندی، اگر ضررت بیشتر بشه چی؟ و آسیبی که در هر دو صورتش میخوره، بعد فردا میاد میگه بابا من اینقدر جلو بودم، کار نمیکردم که الان اینقدر پولو داشتم که، بلنسم الان اینقدر بود که. اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه؟ جبران، انتقام. یعنی یه طلس، یه باطلاقیه که وقتی که بیفتی توش هرچی دست و پا بزنی میری پایین بدونه که بفهمی توی باطلاق گیر کردی. پس اصولش اینه که گام به گام درست و با هر کلام و با هر سخن روانشناسی مدت‌ها روش فکر بکنید که این حرف دلیلش چیست. اینکه من شما رو مواجه کردم با چارت، برید تو 1 دقیقه ببینید، 1 دقیقه تایم آخر ماست که بعضا میذارید ببینید میاد اون خط رو میشکنه رفته، بعد دوباره برمیگرده روی این خط. تریدری که معامله‌گری که تک تایم کار میکنه عملا تریدر موفقی نیست. تریدرهای بزرگ همه فراکتالی کارن، مولتی تایم کارن، هیچ تک تایم فریم کاری. تک تایم فریم یعنی فقط حالت پرایس رو میدونه. قصه مولتی تایم فریم، حالا اگر انشالله عمری بود و قسمت بود متوجه خواهید شد چرا باید ما از چند تایم کمک بگیریم. بازار
بازار 0 و 1 نیست. بازار نیست که بگیم ما همیشه قطعا 2 ضرب در 2 4. توی بازار نمیشه گفت. بعضا خود من میگم 100% اینجا تارگتم تاچ میشه، اون 100% هم باز لفظه بدون تعارف. اون موقعی من از این لفظ استفاده میکنم که نادرسته، که 3 تا تایم تاییدیه میگیرم با مواردش، با تمام کل سیستم فرکتالیش 3 تایم به من تاییدیه بده، حتی نه 2 تایم، 3 تایم. ولی بازم 100% که میگم اشتباهه. باز معقول اگه 99.9% هم که بگم باز خیلی منطقی تر تا بگم 100. منظورم اینه که این اتفاقات الان مثلا همین امروز یه تغییر روند ناگهانی اتفاق افتاده. 2 بار تغییر روند، یعنی شاخص دلار 2 بار تغییر روند غیر اصولی اتفاق افتاده، غیر تکنیکالی. یه بار از حالت صعود به نزول، یه بار از حالت نزول به صعود، غیر تکنیکالی، یعنی اون اتفاقاتی که ما نمیدونیم. حالا اخبار و فاندامنتال هم شما به این قضیه وصل بکنید. پس بازاری که به این صورت اتفاقاتی میتونه توش رقم بخوره، یعنی من هرچی که 4 تا تجزیه و تحلیل میکنم یک مجموعه است، یک پکیج، همه اتفاقات رو باید در نظر بگیرم تا بتونم براش یه روندی قائل بشم، روند رو تشخیص بدم، به علاوه یه روندی که تشخیص دادم بهترین نقطه ورودم رو تشخیص بدم با رعایت استاپ تیپیم، یعنی ریسک به ریوارد مناسبم. صرفا فقط شناخت روندم برام کافی نیست، صرفا نقطه ورود خوبم باز کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. یعنی اگر اندازه ها و اون استاندارد رو اشتباه بکنم، همه هست و نه که نباشه ها، این اتفاق همیشه هست. یعنی ضرر برای تریدره. اصلا نمیخوای بگی من هیچ وقت ضرر نمیکنم. کسی که میگه من هیچ وقت ضرر نمیکنم من هیچ وقت هم تریدر نشدم. جز ضرر جز این کاره، ولی ضرر رو منطقی رو حساب کتاب، ضرر خارج از عرفم نه، خارج از چارچوب و تکنیکم نه. ضرر باید ضرر باشه که استراتژی توش نهفته باشه، چکلیست هم باید توش نهفته باشه. اون ضرر شیرینی است، ضرر با برنامه است. برای همین ما به بچه‌ها میگیم، حالا بعضا چند تا دوستان حالا مشکل داشتن، گیر کرده بودن یه جایی حجم خیلی بالا توی این حساب، حالا باش صحبت کردیم مشکلش حل شد. حالا حجم بسیار بالا هم کار میکرد اون دوستمون، حجم سنگین در قالب یه شرکت. مثلا من استاپ نمیذارم. استاپ بله برای یه روند اسکلپی خودت پاش باشی آره، ولی بعد اگرم استاپ نذاشتی باید نقطه استاپ تو بدونی. استاپ باید بیاد استاپ بخوره. اگر تحلیل اشتباه که استاپ یعنی که من اشتباه کردم، نذاشتن استاپ یعنی نمیدونم اشتباه کردم یا نکردم، یا اگر اشتباه کردم به اشتباه خودم رو قبول ندارم. یعنی میشه نوعی یک لجبازی فکری، یه ذهن، یه نوع شخصیتی که تو ترید بسیار آسیب پذیره، بسیار آسیب پذیره. کسی بگه نه این درسته، نه باید اینجوری بشه، نه استاپ نمیخواد، حالا بیاد اینجا، حالا بیاد اینجا. نه، وقتی که آدم پوزیشن میذاره اول استاپه. استاپ هم باید یه جایی باشه که ریسک به ریواردم بخونه، یه کفی یا یه سقفی داشته باشه که تعادل پوزیشنی من رعایت شده باشه، 1-2 1-3. ریسک به ریوارد معکوس نداشته باشه. هرچند که کاملا تکنیکالی درست بود، قاعدتا من اونجا نباید ورود بکنم، چون ریسک به ریوارد معکوس دارم. یعنی اون کفی که من مجازم یا اون سقفی که من مجازم روش استاپ بذارم
نسبت به تیپیم 1:2 معکوسه، هرچند که کاملا هم شرایط استراتژی مهیاست. پس اینجا باید ورود نکنم، طمع بکنم ورود بکنم، یا استاپم باید جای اشتباه بذارم که بگم خب حالا اینجا نمیذارم انقدر میذارم. خب اون انقدر میخوره تو اکثر مواقع، بعدم برمیگرده تو مسیرش، چون تعریف استاپ هم نقض شده. یعنی تکرار هر اشتباهی، هر گونه اشتباهی، چه لحاظ تکنیک، چه نداشتن استراتژی، چه نداشتن برنامه، یک قلمش نقض بشه و منجر به ضرر بشه، فردا روز انتقام برای خیلی از تریدرها میشه. روز انتقام هم روز شکست، معمولا با پیروزی همراه نیست، چون اومدی انتقام بگیری دیگه، تابع اصول و استراتژی نیستی، فقط میخوای جبران چیکار بکنی؟ دیروزتا بکنی. و اگر خدای نکنه این اتفاق 2 بار 3 بار پشت هم بیفته، این دیگه خیلی خطرناک میشه. یعنی ما نباید اجازه بدیم. برای همین میگیم وقتی استاپ خوردی پشو، روزی که استاپ خوردی پشو. اوورترید غلط ترین کاری که میشه تریدر حرفه‌ای نهایتا روزی 1-2 تا ترید میزنه، نهایتا، یعنی بیشتر از اینا نیست. من امروز اینقدر ضرر اینقدر سود، یه دونه 2 تا، حالا ما بعضا روی یه دونه چارت تقسیم میکنیم، مثلا 2 تا 3 تا، حالا مثلا اگر پای چارت نباشیم که حج کم بکنیم، توی تیپی های متفاوت، حالا 50 100 150 که بعدا یاد خواهید گرفت، تو اونجا مثلا میذاریم، ولی در اصل یک پوزیشنه اون حجمی که باید و اجازه داریم و استانداردمونه، مثلا تقسیم بر 2 میشه، تقسیم بر 3 میشه، این میشه خودش یک ورودی در اصل. تایم های بیروندی بازار ترید نباید زد. بازاری که تحلیل درست نداره نباید ترید زد. نگاه کن خوب نیست، برو دنبال کارت، بشین تحلیل تو بکن، نیم ساعت 1 ساعت وقت بذار. نوسان داره، روند نداره، نه، ولی جایی که روند داره اون موقع میتونی چیکار بکنی؟ اون روزی هم که کار نکردی، روز قبلش هم نسبت به اون 2 تا پوزیشن بزن، به طور مثال، به جای یه دونه 2 تا میزنی، یا یه دونه ورود میکنی وقتی که بازار بیفته تو یک روندایی که همینجوری دیگه ادامه داره. معمولا هفته 1-2 روز و اینجوری میشه این اتفاق، مخصوصا تو تایم نیویورک 4 و نیم 5 به بعد تا 7 این اتفاق میفته معمولا. نمیگم حالا هر روزش دوشنبه رو بذاریم کنار، بعضی موقع خبری نیست، بعضی موقع تاثیرات خبره. تو حالت نرمالش بخوام بگم هفته 1 روز این اتفاق میفته. باید من متوجه بشم اون روز طلایی منه. دوشنبه روز طلایی من نیست، جمعه شاید روز طلایی نباشه، بین سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه یه روز طلایی به شما خواهد داد، یه روز سرنوشت. من از اون یه روز باید استفاده بکنم. پس بحث تریدری، بحث روانشناسی، این تکراری که ما داریم میکنیم و این که میگیم درصد کمی صرفا بحث تکنیک نیست. روزی که شما سرمایه‌ای ریختید و اومدید ازش کسب سود بکنید، یه 100 به طور مثال تو طلا زدید، یه تکو بخوره 5-6 دلار، یه تکو بخوره 5-6 دلار مثلا برید توی ضرر، یه حساب کتاب میکنه 8 5 تا 40 تا 400 500 تا هم رفت به همین راحتی. خیلی کمشو گفتم ها، یعنی دیگه مینیمم ترین حد امکان به 100. یه جایی خوبه، یه جایی جرأت از آدم میگیره، چون اون ترس تو وجود آدم میفته. ببینید اتفاقاتی که بعداً بهش خواهید رسید. ما قصدمون اینه، یعنی صحبتمون اینه که انقدر اصولی برید، انقدر تمرین بکنید. این که میگم به هیچ عنوان کسی وقتی که روی مدیریت سرمایه
یک اکانت دمو رو 2 برابر نکرده نباید وارد ریل بشه، دقیقش اینه. و وقتی که شما وارد شدی یه حجم خیلی پایین و عادت بکنی که نباید همیشه ترید بزنی. برنامه توی من میخوام روزی یه دونه بزنم، روزی 2 تا بزنم، روزی 3 تا زدی بدون کارت ایراد داره. یعنی به خودت بقبلون من سیستم این تعریف رو به این صورت یاد گرفتم، حتی اگر موقعیتم بود دیگه 3 تا 4 تا ترید باز نکنم، طمع نکنم. این میشه طمع دیگه، در هر صورتش، چه سودش چه ضررش. ضرر کردم پا میشم، سودم گرفتم میگم خدا رو شکر و پا میشم. اینا چیزایی نیستش که بخوایم خیلی بگیم نه حالا اینجوری الان موقعیت. ببین خیلی شما شاید اینو فراموش بکنید وقتی که وارد ریل شدید، تو جو چارت جلوتون، مانیتور جلوتون قرار گرفتید، خیلی این چیزا فراموشتون میشه. من که مکتوب بکنید، هر هفته بهش فکر بکنید، روش تفکر بکنید. حتما یک دلیلی داره. آیا من امتحانش بکنم به این مطلبی برسم یا اینکه قبول بکنم و بدون اینکه خودم امتحان بکنم؟ شاید خیلی درصد کمی باشن که بگی من خودم تجربه نکنم. یک نفر، اون کسی که داره بهم یاد میده، اون تجربهشو کرده، بذار قبول بکنم حرفشو و خودم امتحان نکنم، شرایطشو بپذیرم که این اتفاق میتونه بیفته. چون این اصوله. منم میخوام یک تریدر حرفه‌ای و اصولی بشم. من میخوام جزء اون درصد کمه بشم. نه کسایی که الفبای تریدری رو نمیدونن، حالا بیان یه بازی هم میکنن. من الان برای بچهای گروه خودمون بعضا از این کانال ها میبینم سیگنال گذاشته، بهشون میدم میگم این سیگنال غلطه، بررسی کنید چرا غلطه. چون باید ببینی، متوجه بشی. وقتی که من نگاه میکنم اعداد طلا رو نگاه میکنم، مثلا گفته بای، متوجه میشم این اعداد غلطه. چرا؟ مثلا کاری که کانال گروه ها میکنن، میاد 10 پیپ 12 پیپ حد ضرر براش میذاره اکثرا، بعدا براتون میفرستم. اگر دیدید نوشتم سیگنال بررسی، برید بررسی بکنید که اینو پیدا بکنید. حالا نباید میگفتم، میخواستم جزء آموزشاتونه توی مراحل دیگه، اب نداره، ولی میگم که این دیدو داشته باشید. 10 پیپ 12 پیپ توی طلا مثلا سیگنال میده. حالا یکی 1/10 که بخواد بزنه میشه 100 $20 ضرر. چیکار میکنه؟ یه پیپ 2 پیپ یه پیپ 2 پیپ میاد تیپی میده. یعنی اولا که ریسک ریوارد معکوس داره، هیچ، که اصلا نمیخونه، خارج از اصوله. همینش نگاه میکنی که یعنی تو واسه چی به خودت اجازه میدی اصلا سیگنال بدی؟ یه جا آدم سیگنال میده استاپ بخوره. الان تغییر روند شد، من خودم استاپ خوردم توی طلا. مهم نیست، تغییر روند شد، اصولم بوده. همش نمیشه سود، یه بارم ضرر میپذیرم، همش ضرر نمیکنم که، همش سود میکنم، گاهی هم ضرر میکنم طبق روال. ولی یه جا اصلا خلافه. یعنی شما یه تیپی میذاری، 2 تا 3 تا تیپیت تو یک روند نزولی گنجونده شده بنا به تعاریف روند، 2 تا 3 تا تیپیت توی روند صعودی گنجونده شده. ما همچین چیزی نداریم که میگم بچه نگاه بکنید این ضرره. حالا میاد طلای دیگه 2 تا نوسان میده، یه پیپ 2 پیپ میره تیپی اول تاچ، یه علامت تیک هم میزنه، باقیش میره استاپش میخوره. نمیگه استاپ که، میگه تیپی 1 تاچ. پر از این مسخره بازی است، پر. من تو این کانال گروه ها میبینم تیپی 1 تاچ. چی تیپی 1 تاچ؟ کجا تیپی 1 تاچ؟ آیا من توی پی 1 رو به من بگی من ببندم؟ من امید دارم بره تیپی 2، تیپی دارم بره 3، چون ریسک به ریوارد به تیپی 1 نمیخوره. یه بازی های بچگانه که حالا مردمانی الان شاید به شما نگفتم، به این دید نگاه نمی‌کردید هیچ وقت. نمونه هاشم براتون میذارم. حالا من اصلا چند تاشون دیگه
نگاه هم نمیکنم واقعا، فقط دیدم براتون میذارم، قبل از اینکه اصلا اجرایی بشه براتون میذارم، چون بن کار غلطه. منظور این که تو این کار، تو این حرفه، گفتمان، حرف، شنیده ها چیز دیگری است، ماهیت بازار چیز دیگری است. این بازار باید خودتو بریزی بیرون. یعنی ما صرفا همیشه دوست داریم نقاط ضعفمون رو مخفی بکنیم برای دیگران. یعنی اگه نقاط ضعفی داریم سعی میکنیم جور دیگه، اگر با کسی روبرو شدی با یه حالت دیگه اون نقاط ضعفمون رو، نقاط قوت نشون بدیم. اگر دقت بکنید کسایی که اعتماد به نفس خیلی، مثلا اعتماد به نفس پایینی دارن، تو جایی که هستن با داد صحبت میکنن، با هیجان بالا با داد صحبت میکنن. خیلی مشخصه. یعنی از حالت روانشناسی، حالا اصلا من روانشناسی حرکت و بدن کاری ندارم، ما اینجا کارمون حرکت و بدن نیست، ما کارمون اینجا کار ذهنه، چون همه چیمون به ذهن بستگی داره. ذهنمون اینجا تمام با هم کار داره، روح و روانمون با هم کار داره، چون این کار فقط داره با روح و روان ما کار میکنه. هر روز ما با کاملا هیچ کاری نیست، هیچ شغلی وجود نداره که انقدر روح و روان شما، حتی یه جراح مغز و قلب که کار بسیار حساسیه، انقدر هیجان و استرس نداره. یعنی انقدر شما با در آن واحد بالا و پایین نمیشی، خوشحال و غمگین نمیشی. چه شغل شما دارید در دقیقه شما رو یک بار یا دو بار یهو یه کندل میزنی، یهو مثلا میری تو سود، خوشحالی داری، ترشح آدرنالین داری، حال خوب داری، همون یهو برمیگرده تو همون حالت. یعنی سرمایه‌گرمایی که میشی مثل یه جا را حرارت بدی بعد آب یخ بریزی روش، بدن انسان هم دقیقا همینه. این چارت باید همین رفتار رو داره کامل انجام میده. یعنی انگار هی داغت میکنن با هواگاز، هی رود آب یخ بریزن. چقدر ظرفیت آدم داره یا چه ظرفیتی باید برای خودش ایجاد بکنه که در طول روز یا در طول کاری چندی بخواد این اتفاق براش بیفته. بعد به خونه، به زندگیت، به همسرت، به فرزندت، پدر و مادرت، سرویس ها سر جاش، اخلاق خوشت سر جاش باشه، بتونی سریع جمع بکنی، فراموش بکنی، با خودت ادامه ندی در صورت روند آنی ناگهانی، بتونی ریکاوری زود انجام بدی در دو حالتش، که به زندگی عادی تو روزمره و سوای بحث تریدریت هم بزنی که لطمه وارد نکنه. چرا میگن تریدرها اکثرا تنها؟ ترید یه جا میبرتت گوشه رینگ، مجبورت میکنه تنها بشی، یه خود منزویت میکنه. این جزء ماهیت این کاره، کم و زیاد داره ولی تقریبا برای همه ایجاد میشه، حالا به صورت کم و زیادش تقریبیش. تو یه تایم های یه خود از جمع دورت میکنه، هم برای بحث روانشناسی که به اون حد نرمال خودت برسی، خودت رو پیدا بکنی، به تعادل خودت برسی، ایرادات و روحیات اشتباه خودت رو متوجه بشی. یعنی یه جا ما به یک حدی میرسیم که متوجه میشیم من نقاط ضعف دارم، الان جلوی ایکس و ایگرگ نیست بخوام بپوشونمش، خودمم و در مقابل خودم رو دیگه نمیتونم از یک جایی به بعد گول بزنم، باید قبول بکنم این نقطه ضعفمه و نقطه ضعفم رو روش کار بکنم. باید بگم این مدل های مختلف و جورهای متفاوتی داره، شاید برای دو نفر مثلا به یک شکل نباشه ولی هست، یعنی یک جایی تو این حرفه خودت دقیقا مقابل خودت قرار میگیری و باید با خودت بجنگی.
یه کاری باهات میکنه که یعنی یه چیزایی از خودت میبینی که اصلا باور نمیکنی تو شخصیت خودت این چه به صورت منفی چه به صورت مثبت وجود داشته. و باید خودت به خودت کمک بکنی نقاط ضعف به قدرت تبدیلش بکنی، و اگر نقاط قوتی دارید نقاط قوت واقعی باشن، فیک نباشن. فکر نکنم که من این نقاط قوتمه، واقع بین باید بشم تو این حرفه، چون همونم میتونه به من آسیب بزنه که بگم نه این اگه نقاط قوت منه پس این تصمیم از نقاط قوت من نشأت گرفته، پس درسته دارم فکر میکنم، پس این اینجوری درست میشه و ضربه ازش بخورم. یعنی چی میشه همون؟ باورپذیری خودم ولی به غلط، اعتماد به نفس کاذب. بحث روحی روانی خیلی 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 توی مطلب مهمه. من میخواستم راجع به قضیه صحبت نکنم، فقط تکنیکالی صحبت بکنم، ولی چون مطمئنم شاید کسی نباشه اینجوری بخواد این بحثای روانشناسی رو بگه، میگم الانم نمیخوام همه‌شو متوجه بشی، ولی این توقع رو دارم که بیشتر از تکنیکال گاه گداری این الان ضبط شد، من اگر هر چی رو ضبط نکنم تکنیکال این صحبت‌های این چنینی رو ضبط میکنم و میذارم توی کانال گروه، گاه گداری ماهی یک دفعه هم که شده اینا رو گوش کنید، از الان تا همیشه. حالا نمیگم تا همیشه ولی گوش کنید، حالا تا به سطح تریدر حرفه‌ای سوده هم رسیدید گاهی گوش بکنید، مطمئن باشید کمکتون میکنه. چون میدونم این اگر اینها گفته نشه شما تو بحث تکنیکارم بسیار بسیار قدرتمند بشین یه جایی آسیب خواهید خورد بلا شک. گفتنش برای من کار نهایتا نیم ساعت یک ساعت زمانه، ولی دریایی از تجربه ها، دریایی از هزینه ها که میتونه ازتون بگیره این تجربیاتون بهتون بده داره به صورت رایگان بهتون داده میشه. تجربه نکردم نمیکنم، چرا تجربه بکنم؟ تجربه مالی، تجربه روحی روانی، آسیب هایی میتونه بزنه، هستن تریدر من میشناسم آسیب روحی روانی شدید خوردن، خیلی شدید خوردن، اصلا سیستم زندگی ریخته به هم، اصلا نمیتونن برگردن، میشناسم. یه تایمی هم که شما ضرر بدی تو ضرر اینا، بعضا میگم کسی بوده طلاهای مثلا حالا به نحوی تو این بازار اون موقع زمان بورس بارها گفتم، گفتنش هم خالی از لطف نیست، طلاهای همسرش رو فروخته بدون که خبر داشته و رفته بود تو بورس ابی رفته بود، خونه پدرزنش رو فروخته بودن، پدرزنش چند درصد رو موبایل نامه گرفته بودن، تو حساب دوماده بوده، دوماده گفت تا این خونه بخرن چند ماه طول میکشه، بازار بورس هم داغه، میرم سهام میخرم سود میکنم، حالا پول پدرزاده رو میرم سودم خودم بعد پول دستم دیگه، اینم کمی جوری داره میره بالا، گریه میکرد طرف، خونه خودش رو فروخته بود رفته بود این کارو کرده بود. اینا که میگم همه نمونه‌هایی که بهم میگفتن تو اون تایم. اون موقع من بزرگترین شاید یکی از بزرگترین گروه‌های تلگرامی رو داشتم که وی آی پی من مثلا یکی که گرونترین وی آی پی ها و در دو بخش، هم فارکس بود ولی فارکس هم تخصصی طلا بود و ارزها، در دو بخش. اونا که مثلا یک سری بخشای اومده بودن که اینو گفتم که بگم اونجا ضرر کرده بودن، اومده بودن یه شب دو شبه یه کاری بکنن یه پولی دستن بیان اینو بدن بخرن، یعنی از چاله میخواستن در بیان دوباره بدن تو چاه. آقا یه کاری کن آقای موردی، من مثلا توی دو سه روزه اینجوری کردم الان انقدر مونده چی رو بخرم با ضریب چند بخرم، گفتم مثلا برو آقا برو همچین فکری نکن، نه شما کمک نمیکنید، گفتم نه من کمک نمیکنم، میام پیش فلانی گفتم بفرمایید من الان کمکت بکنم هر کاری بکنی خودتو بدبخت‌تر کردی. چیه اونم همون انتقام است دیگه، به یه شکل دیگه به یه نحو دیگه،
بدون که هیچ اطلاعاتی از این بازار داشته باشه. هیچ. کسایی که تخصصهای دیگه یعنی هیچ سررشته‌ای نداره اصلا این بازار، هیچی، صفر. فقط شنیده بوده حسن آقا مثلا گفته که من فلان سهامو خریدم همینجوری داره میره، 1 تومن شده 2 تومن، بود 2 تومن بخر. همین. روانشناسی فوق العاده مهمه دیگه. الان حالا یه خودی بخش و صحبت ها به درازا کشید، فردای قبل از اینکه ویدیو بعدیتون بیاد یه صحبتایی برای چیز دارم. فقط الان حالا فقط 2 تا نکته بگم، این خود اینجوری تعبیر می‌کنید. 1 دقیقه تایمیه که ما می‌خوایم ببینیم قیمت چه اتفاقی میفته. یک چیز مهم داره خط روند، میرید توی تایم های بالا نگاه میکنید و تایم پایین ترش. وقتی که شما 2 کف و 2 سقف دارید، عرض کردم 2 تا اتفاق میتونه بیفته. یعنی در برگشت یا قیمت به اون خط روند میرسه، منتظر واکنش میشید که اگر به این خط روند رسید در شرایط رسیدن، یا میشکنه یا از اونجا ادامه میده، سقف قبلی یا کف قبلی رو میزنه و حرکت رو انجام میده. 2 حالت که بیشتر نداره. برید بررسی بکنید و میکشید یک خط روند پیدا میکنه. حالا این 2-3 روزه تا ویدیوی بعدیتون یه خط روند تایم بالا 4 ساعته 1 ساعت دیلی فرقی نمیکنه. از الان میگیرید آماده میشه. یعنی 2 تا کف یا 2 تا سقف که شما بهم داد، ببینید رو اون خط روند یا به اون نمیرسه، باد بزنی به شما میده دیگه که باد بزنیشو رسم میکنی، یا به اون خط روند میرسه میشکنه، یا نمیشکنه ادامه مسیر میره. حالا اگر باد بزنی و بذاری کنه 2 حالت داره توی تایم های بالاتر. پس شما یه خط روند که گرفتید صبر میکنید، منتظر میشید، تایم های مختلفی در اختیار دارید. حالا دیلی شاید روزش خیلی طولانی بشه، میگیرید با اون رگ مخصوص که بدونید این خط روند مال دیلی من 4 ساعته 1 ساعته 15 دقیقه. اینا میتونید چی استفاده بکنید. شکست، ببینید که شکست چه اتفاقی داره میفته، چقدر میاد اصلاح میزنه، آیا اصلاحی یا تغییر. ببینید، اصلا نمیخوام واردش اونجا بشید. شما اگر به خط روندی برسه بعداً تعاریفی یاد میگیرید، روی خط روند که ورود نمی کنید که. یه فرمول بهتون میدم ذهنی تا وقتش. ما برای ورود هامون به شکست 2 خط روند احتیاج داریم در تغییر روند. 2 خط روند حد اقل. در ادامه هم که به خط روند نمیشکنه و میخواد ادامه رو بده، یعنی رو خط روند واکنش نشون میده، در مسیرش میره، باز هم میتونیم از تایم پایین اون اصلاح رو ببریم توی تایم پایین تر، برای همون هم خط روند بگیریم. این کاریه که شما بعدا فقط با این ماجرا کار دارید، با این اصول کار دارید که بعدا یاد میگیرید. همون تأییدیه از تایم های مختلفه که بعدا ریاضیاتش رو یاد میگیرید، استانداردش رو یاد میگیرید، تعاریف بریک اوت، فیک بریک اوت، پول بک چیست. الان این 2-3 روزه، حالا من فردا قطعاً یه الان تیری شد دیگه، یه خود تایم و صحبتیمون زیاد شد. فردا الان چیه سری چند تا برای هر یکی 2 تا از اون تمریناتتون آماده کردم که حرفی برای گفتن داشته باشه که این منظور رو برسونم. اینو برید پیدا بکنید. فردا شب هم که راجع به اون قضیه صحبت بکنم بیشتر متوجه میشید چه اتفاقی رو ما در موردش صحبت میکنیم. و دیگه نمیخوام حالا اونقدی تو خطا 1 دقیقه که هی میشکنه دوباره برمیگرده. اصل ما واکنشی که قیمت میتونه به خط روند نشون بده، یا واکنش های متفاوت که همون حالا غیر از باد بزنی 2 تا اتفاق، یا شکست یا برگشت. یعنی برگشتی که در ادامه مسیر اگر اونو، حالا نمیخوام پول بک چون با تعاریف و معانی پول بک آشنا نیستین، نمیخوام اسم بذارم، برگرد همون به روند خودش در تایم های مختلف. هیچ عجب نیست. الان مثلا برید ببینید چه چارتی مثلا تو 1 ساعته، تو 4 ساعته، 15 دقیقه
یه خط روند تمیز، شیک، پر برخورده، 3-4 برخورده تمیز به شما داده. اون خط رو بگیرید تا آخر هفته نگاه بکنید، اگر به اون خط در جای بعدی رسید آیا میشکنه یا آیا میخوره، اونجا دوباره ادامه مسیر میده. قبلش عکس بذارید، یه تعریفی هم بذاریم خط روند قبل، تایم 1 ساعته، 3 روز دیگه روش ریپلی میکنید. خط روند بعد این شکست، ادامه یا شکست یا ادامه روند. این کاری که فعلا توی 2-3 روزه انجام بدید. فردا من یه سری تمریناتتون رو بررسی و انجام میدن که دیگه یه هفته بحث خط روند دیگه تمومه با مراتب دیگه هستش. این هم که به شما داریم میگیم الان دیگه متوجه شدید سقف به کف، کف به سقف، یک روندی از گذشته در آینده بازار چه تاثیر داره. اینو دیگه همتون دیدید. نیت از این تمرینتون همین بود دیگه، همتون متوجه شدید که هم هر اتفاقی بعداً براتون یه تاثیر روش دیدید. تو تمام تمرین همتون هم هست. در حد متوجه شدن، یعنی در آینده بازار اگر اتفاقی میفته، اگر ریورزی صورت میگیره، باید متوجه میشید این یک دلیلی پشتش داره، حتما به یک چیزی گیر کرده. یه سری چیزا روند، خط روند، محدوده های حمایت، مقاومت، یه سری مسائل دیگه هم داره که قابل رؤیت با چشم به این صورت نیست. بحث ریاضیاتی بازار، بحث اعداده که اون هم به شما به صورت تیپس یک روزی خواهم گفت. به این تعداد چند نفر محدود یه سری از علوم اعداد هم به شما یاد خواهم داد که اعداد خاص چیه و قیمت نسبت به هر کدوم از این تراز اعداد چه واکنشاتی نشون میده، کدوم سده، کدوم حرکته، کجا جلوشو میتونه بگیره، کجا ادامه است. بحث معجزات و علومی که هیچ جا پیدا نخواهید که به ذرس قاطع بهتون میگم این اصلا جایی نیست، هیچ، نه در ایرانی نه در خارجی همچین چیزی نیست. بعدی به شما خواهم گفت نسبت به پیشرفتتون، نسبت به پتانسیلی که دارید میذارید، نسبت به کاری که میکنید، قطعا یه سری سوای بحث آموزش های حالا عمومی اینجوری یه سری اسرار هم بهتون خواهم گفت، ولی در جای خودش، در موقعیت خودش. شبتون بخیر، خسته نباشید. فردا ساعتش رو اعلام میکنم دیگه. بحث تمرینات رو فکر کنم در حد 1 20 دقیقه دیگه بیشتر زمان نگیره، ولی این بحث حالا بعد از چند روز وقفه هم یه ارتباط کلامی با هم داشته باشیم و همین که یه خود حالا از این به بعد دوباره کارمون رو استارت خواهیم زد. یه خود مدل تمریناتون رو من تغییر خواهم داد. میخوام هدفمند تمرین بکنیم. شما دارید زحمت میکشید، هر کدومتون دارید زحمت میکشید. تعدادی که الان اینجا هستن کسایی هستین که واقعا اومدید کار بکنید. خب من حواسم هست بهتون. ببینید الان خیلی ها بودن دیگه نیستن، چون فکر میکنن چیز دیگه ای از این بازار میدن، در واقعیت چیز دیگه. ولی خب شما وایسادید، بعضا کم زیاد دارید تمرین میکنید. پیش‌فرض‌های ذهنیتون رو باز هم میگم بذارید کنار، با پیش‌فرضاتون نرید، اون تمرین همون رو انجام بدید. حالا بعضا اگه تحلیلی چیزی هست تو تحلیل هم بذارید انجام میدید. بیشتر تمرکزتون باشه همون آموزش به علاوه آموزش های گذشته. یعنی الان خب بعضا من مثلا خیلی تو میبینم باری کلا پترن ها رو هم دارید میگیرید توی کار. این چند روز الان فرصت خوبی بود برای ریویو همه چیز گذشته، از همون اولی که یاد گرفتیم، های لو اتصالشون به هم، تا الگوهاتون تا اتفاقات خط روندی، سعی بکنید همه رو یه چارت شیک، چارتتون هم شلوغ نمیخوام بکنید. خط رونداتون هم بگیرید، از تایم 1 دقیقه واکنشاش در بیارید، تایم بالاتر میگیرید دیگه. تایم 1 دقیقه نمیخوام حالا بعدا گذاشته 1 دقیقه، چون بعدا اصلا با 1 دقیقه ما کار داریم ما. ولی با اینکه ثبات نداره 1 دقیقه تنها رو ما کاری نداریم، چون میتونه اگر 1 دقیقه تنها بذاریم چند دفعه بری تو سود بری تو ضرر. استاپت مثلا
تیپید بر مبنای 15 دقیقه است، یه تاییدیه برای ورود بهتر، ورود دقیقتر تو یک میگیریم که در آینده متوجه میشیم منظور برای چی دیده شما رو حاصل تو یک دقیقه باز بکنید. پس الان شما خط روند تایم بالاتر که استحکام بیشتری داره، هرچی تایم بالاتر بشه قابلیت اتکایی بیشتری داره اون خط روند. در حد دیدن قبلش رو میذارید، توقعتون رو میذارید در صورت ادامه روند از اینجا به صورت سقف خودش کف خودش، یا میتواند این اتفاق هم بیفته. شلوغ نمیخوام بکنیم دیدن، یعنی میتونه این بشه میتونه این بشه حالت، بعد بیذارید حالت این نشد این شد یا اون شد، یا شکست یا ادامه مسیر داد. این تمرینتونه تو این ظرف حالا این 2-3 روزه تا فردا شب. خسته نباشید. سوالی چیزی داشتید من هستم، حالا توی گروه بذارید من نگاه میکنم، حالا یا فردا توی لایو، چون وقت فردامون زیاد چیز نیست، در حد 1 رو 20 دقیقه تمام میشه. سوالاتتونم جواب میدم، یا اگرم نبود حالا همین فردا یه پستش و پاسخ هم میذاریم دیگه، حالا بعد از جلسه که یه سری سوالاتون هم اگر هست، چون از این به بعد دیگه پستش و پاسخ هم خواهیم داشت. بر مرحله حمایت و مقاومت از اینجا به بعد دیگه سعی میکنیم همین 2-3 هفته ای که حالا چون دیگه الان مطلب اینو دیگه حداقل 2 هفته رو زمان تمرین میخواد، یه پرسش و پاسخ هم هر 2-3 جلسه یه کاریش لااقل بذاریم که کلا پاسخ یه سری سوالاتون هم بدید. درود بر شما، شبتون بخیر، خسته نباشید. با آرزوی موفقیت برای تک تکتون. قلبی انشالله که بهترین ها رو براتون در آینده ببینیم و موفقیت های روز شمار، روز افزون، همراه با خوشحالی شادی در کنار خانواده. یا حق.